افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خردسالان عزیز، شما قسم سیوم افسانه سلیم پهلوان را میشنوید. دریا در کش آب آن را دم کشید. دریا قاق شد. پهلوان در آمد. کافته کافته از تگ یک سنگ کلان صندوقچه را یافته آورده به دختر داد. دختر گرفت. کشاده دید. خدایا خودی خودش. با پهلوان ها آفرین ها خوانده گفت: خیر، دو شرط اجرا شد. باز دو شرط دیگر مانده است، ولی دو شرط اول را اجرا کرده همه را مفتون کردی. معلوم که شرط های دیگر را هم اجرا میکنی. از این رو من در اختیاری تو. پهلوان گفت: نه، این خیلی نمی شود. کار را تا آخر رسانیدن ضرور. گوی باز چی شرط داری؟ یخدانی دارم، گفت دختر. بگاهی به درونش می درایی، تا روز طاقت میکنی. خب نشان ده، گفت پهلوان. ندیمانی دختر برده یخدان را نشان دادند. پهلوان درش را گشاده دید که چنان خنک که یک دقیقه طاقت کردن امری محال است. وای به فکر افتاد. اون زمان سنگ آسیا بردار نگاه کرد که کاسه شیر سرخ شده است. برادری ما به مشکلی افتاده است، گفته زود خیسته به شهر چنارگردان آمد. ای برادر، در تشویش افتادگی بری می نمایی. کاسه شیر را خونالو دیدم. به سری برادرمان مشکلی آمده است، جواب داد پهلوان. چنارگردان هم به کاسه شیر نگاه کرد که خونالود است. هر دو شتابان برآمده روان شدند. آنها راه یک روزه را در 1 ساعت طی کرده رسیده آمدند که سلیم پهلوان سر به گریبان فرو برده نشسته است. به او سلام دادند، حال پرسی کردند. پهلوان واقعه را گفته داد. چنارگردان گفت: غم مخور، علاج این واقعه آسان است. وی رفته 4 چنار کلان را کنده آورده گرداگرد یخدان آتش افروخت. سلیم پهلوان در آمد. به حضور خواب کرد. پگاهی ندیمان دختر آمده کشاده دیدند که پهلوان آرام خوابیده است. در حیرت مانده به دختر خبر بردند. دختر آمد، دید. باز تحسین و آفرین ها گفته شرطی آخرینش را گفت. 20 جوال غله دارم، همش را در دوام 1 شب و روز آرد کرده میمانی. پهلوان قبول کرد. سنگ آسیا بردار غله را برد و در وقتی گفتگیش آرد کرده آورد. دختر به پهلوان تماما تن داده او را به قصد خود دعوت کرده ضیافت آراست و بعد از ضیافت گفت: ای پهلوانی توانا، اکنون من در اختیاری تو. پهلوان توی کلان پیش گرفته در تمام شهر اعلام کرد که 3 شب و 3 روز هیچ کس در خانه‌اش خوراک نپزد. 3 شب و 3 روز توی تماشا برپا شده شاه دختر را به دریا در کش داد و بعد این به برادرش گفت: اکنون هر کدام به جای خود روید. من باشد پدر و مادرم را کافتنی می روم. پهلوان با برادرانش خیر و خوش کرده برآمده رفت. از یک کوهی کلان گذشت. به لب یک دریا رسید. دریای کلان دید و
در میانه دریا قصری زیبایه. پهلوان این قلعه کی باشد؟ در درونش چی باشد گفته حیران نگاه کرده ایستاده بود که ناگهان هوا تاریک شده، گلدرسی پردهشتی به وقوع آمد و از کجای یک دیو پیدا شده پرسید: ای آدمی زادی از جانت سیر شده، تو در منزل من از کجا پیدا شدی؟ تو را کافته گشتم، گفت سلیم. با من چی کار داری؟ گفت دیو با تعجب. تو مگر نام مرا نشنیده ای؟ من دشمنی آدمی زادم، هیچگاه به آن کارم نافتاده باشد، از کجا نام تو را می شنوم؟ جواب داد دیو. این تو باشد، گفت پهلوان. نام من اجل دیو است. ای تو آدمک، با جنگی من چی میپویی؟ گفته دیو با پهلوان در افتاد. 7 شب و 7 روز با هم جنگیدند. روزی 8 پهلوان دیو را برداشته زد و همان لحظه سرش را گرفته به سوی قصر اسب راند. اسب پریده آمده به صحن قصر نشست. دختر پیشواز برآمد که در زیبایی مثل و مانندی نداشت. ای جوان، گفت دختر، اینجا مکان دیو است. پرنده پر زند، پر و بالش می سوزد. چرنده چریده آید، خلق و پایش می سوزد. تو چه خیل به اینجا آمدی؟ آیا تو رو دیو ندید؟ اگر دیده باشد چی نفس چنگالی او خلاص شدی؟ ای نازنین، گفت سلیم، خاطر جمع باش، من دیو را کشتم. باور نمی کنم. مگر نمی بینی که این اسب دیو است؟ اگر آن را نمی کشتم چی نوع اسبش را صاحبی می کردم؟ دختر این خبر را شنیده خرسند شد و در رفت کرپچه پرتافت، دست در خوان انداخت و پهلوان را مهمانداری کرد. بعد پهلوان پرسید: ای دختر زیبا، تو کیستی؟ چرا در منزل دیو استقامت داری؟ من دختری شاهی مازندرانم، گفت دختر. دختری یک و یگانه پدر و مادرم بودم. آنها مرا از دل و جان دوست می داشتند. روزی مرا مالی سر و گشت پیدا شد و به 4 باغ برآمدم. هنوز 10 قدم نمانده یک مخلوق بدواهی پیدا شده مرا برداشت و آورده به همین جا فراورد. بعدتر فهمیدم که او دیو بوده است. اکنون تو آزادی، گفت پهلوان. من تو را به پیش پدر و مادرت برده میمانم. دختر راضی شد. پهلوان به اسب دیو سوار شده دختر را به عقب خود سوار کرده قمچین زد. اسب پرید. 3 شب و روز پرواز کرد. به وطن دختر رسیدند. در سرحد شهر چوپانی را دچار آمده و پیش پادشاه فرستاده گفتند: رو از پادشاه شادیانه گیر و گو که دخترت آمد. پادشاه خرسند شده پیشواز برآمد و دختر و پهلوان را به قصرش برد. دختر واقعه را گفته داد. پادشاه به سلیم پهلوان منتداری بسیار اظهار کرده گفت: تو دختری یک و یگانه مرا از چنگال دیو خلاص کرده آوردی، دامادی من شو. پهلوان قبول کرد. پادشاه توی و تماشا برپا کرده دختر را به او داد. چند وقت گذشت و یک شب پهلوان آهی سرد کشید. دختر گفت: چی؟ مگر در کجای یاری داری که در فراقش آهی سرد از دل پردرد کشیده ایستاده ای؟ بله، گفت پهلوان. آتش فراق سینم را می سوزاند، ولی این فراق یاری از تو بهتر و خوبتر نه. من از وطنم به جستجوی پدر و مادر عزیزم برآمده بودم. همین قدر گشتم و هنوز پیدا نکردم. ای یاری عزیز، غم مخور، من با تویم. شوهرش را تسلی داده گفت دختر. پگاه شد و پهلوان از پادشاه اجازت گرفته همراه زنش برآمده رفت.
آنها شهر و ده بسیاری را گذشته در هیچ جای پدر و مادر سلیم را پیدا نکردند. بعد به لب دریای رسیده دیدند که یک جوان پهلوان جوسه تور پرتافته ماهی کشیده ایستاده است. در اطرافش آدمی زیاده. جوان با هر کشیدن یک توده ماهی میکشد و به ساحل میریزد. آدمان سبد و خلطه های خود را پر کرده ماهی ها را گرفته می روند. پهلوان به نزد ماهی کش آمده التماس کرد که تورش را به یک دو نوبت به او دهد. ماهی کش داد. پهلوان گرفت و به دریا انداخته ماهی زیاد کشیده برآورد. ماهی کش پهلوان را به خانه‌اش برده مهمانداری کرد. پدر ماهی کش دهقانی می کرده است. بگاهی از صحرا برگشته به پیش مهمانان در آمد. حال پرسی کرده به سلیم گفت: ای جوان، مسافر بری می نمایی. از کجا آمدی؟ به کجا می روی؟ از فلان مملکت، از فلان شهر آمدم، گفت سلیم. پدر و مادرم را جستجو کرده گشتم. از فلان شهر میگویی؟ پرسید پیرمرد به هیجان آمده. پدرت کی بود؟ چی نام داشت؟ پدرم پادشاه بوده است، مادرم دختری پادبان. پهلوان سرگذشت خود را نقل کرده داد. موی سفید نقل او را شنویده از جایش خرسندانه خیست و آه، آخر تو پسری من، سلیم من هستی گفته پهلوان را به آغوش گرفت. مادرش تاخته آمده سر پسرش را به کنارش گرفته از دو رویش بوسید. ماهی کش خیست، دست به گردن برادرش انداخت. همه‌شان خرسند و خوشبخت از دیدار همدیگر شاداب شده به مراد و مقصدشان رسیدند. انا این بود افسانه خیلی زیبایی سلیم پهلوان. شیرینکانی بیبی. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. شب بخیر. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خردسالانی عزیز، شما قسم سیوم افسانه سلیم پهلوان